بخشش رو نگاه کنی همه شوا بخشش کن. الو سلام یعقوب. سلام علیکم. محله 103 بیو. تینجی است؟ یگانجا نشینیم. خب میایم. چرا تلفنش رو نمیبردارد؟ ها چه؟ ها بچه جون، در کجایی؟ از سحر باز برآمدی؟ خونه نمیایی؟ یک خیلی پرسپاس کرده ایستادید که بیا در پرسشگاه باشید شما. خیر بسیار زنگ نزنید. من خودم با شما زنگ میزنم. خب تلفن را خاموش کرد. حتی تلویزیون رو هم برده فروخته است. سلام خالاجان. سلام، بیا دخترم سابرینا بیا. خالاجان این رو مادرم برای شما روان کردن. تشکر. بیا سابرینا جون، بیا خانه درو. بیا. خالاجان خیر من میروم. شما شینید خودتان را احتیاط کنید. تشکر دخترم. خوش آمدی. خوش آمدی دخترم. سلام یعقوب. سلام علیکم. چی حال داری؟ کارها خوبن؟ تینجی است؟ چه خیل شد که به خاطرت آمدم؟ شین. یعقوب یگانجا شینیم صحبت کنیم. کمتر دم گیریم. چی گفتی؟ با کیسه های خالی؟ انانی رو پول میگوین یعقوب. این پول ها رو از کجا گرفتی؟ انگور خورو باغاش نپرس. تلفنی نو مبارک شود. من استای تلفن. این تلفن یک شناسم است. باید تعمیر کنم. رفتیم. ایستا چرا سیم کارتش رو پرتافتی؟ سیم کارتش محکم است. کار نمیوید. سیم کارتی نو میگیرد. رفتیم.
زندگی عجایب است یعقوب، عجایب. نفهمیدم چیش عجایب است؟ پیش خدمت. چی خدمت اکا؟ برای ما 2 آب. خوب. اگر من عجایب زندگی رو با تو گویم دیگر یگان سیرش نمیماند. درست. برای همین اینش سورپریز. راستی از گفته های تو چیزی رو نفهمیدم. ولی بعد میفهمی. برای همین در زندگی فقط استراحت کردن لازم. مایلا شمسویا جان ناز مونید. سلام خاله جان، شما خوب؟ چخه شما عزیز جان ناز درست؟ رحمت خاله جان، من همین یه چیز برای مادرم گرفتم زودتر روم با منتظر نشوم. مایلش عزیز جان راو باز با مادر دیر نشود. با مادرت سلام مرا رسان. مایلش. دلشاد با فکرم رویم خوب می شود. مرا در خانه انتظارند. کمتر دیگر نشینیم. آخر ما هر روز در اینجا نیستیم کو. باز یگان روز دیگر می آییم. انیق. خیلی یعقوب. تا پگاه. زنده باشی. الو لابای چه جان؟ بچم در کجای خانه نمیایی؟ حاضر می آیم. کجا بودی دلشاد جون؟ مرا خواطر کردی. زود بیایی نمیشود. شما جان بزار کردید. زنگ میزنید گویا دیگر کار نداشته باشید. این کارت خوب نیست. دلشاد دلی مرا میرنجانی. فکر آینده‌ات رو نمیکنی. گیر دستتان رو. همین خصلتتون با من معقول نیست. مهربانی میکنید گویا که من برای شما کودک باشم. دیگر در نزدت قدرم نمونده است. قدر و به قدر گفتن نشینید و رفته از پای کارتون شوید. دیگر به من کاردار نشوید. اگر پدرت می بود تو چنین رفتار نمی کردی. پدرم چیزی شد از دست شما شد. دست نرسانید به من. حالا خدمتی نکرده اید که کیروی زدن رو داشته باشد. دیگر دست برداشتنتان رو نبینم. حقی زدن رو هم ندارید شما. فهمو؟ سلام علیکم. سلام علیکم. ممکن است یک دقیقه تلفن شما رو؟ تلفن؟ بله. مرحمت.
ایستاد دوست قپه بشد رو نگاه نمیشوم. الو بچه چی حال داری؟ سلام. خوب هستی یا خوب؟ خوب تینج تو نغزی با جای دیروزه بیا. مایلش میایم. خب این بچه کجا رفته باشد؟ با این خصلتی بدش کدام بلای رو از سر میگذروند؟ یا سری خودش رو میخورد یا سری مرا. اگر تو می بودی شاید دلشاد به این راه نمی رفت. تو کجایی که حال مرا ببینی؟ سلام دکتر جان پسر من چی حال دارد؟ خوب است؟ راستی حالت پسرتون خوب نیست. خیلی خوب نیست دکتر جان. خواهش میکنم روشن‌تر فهمونید. نتیجه تشخیص نشان میدهد که فرزند شما مادرزاد تنها یک گرده دارد و فعالیت آن هم نه آنقدر خوب است. دکتر یعنی گفتنی است که فرزند من نمیتواند سالم باشد؟ میتواند، اما تنها به یک شرط. کدام شرط دکتر؟ به شرطی که گرده او را عوض کنیم. لیکن نرخ یک گرده میدونی چقدر گران است. فکر نمیکنم که به زودی او را پیدا کنیم. من میتوانم یک گرده خودم را به فرزندم دهم. تشخیص کردن در کار. اگر موافقت کند شاید. رفتیم دکتر جان میسنجیم. بیایید رفتیم.
او سلام یعقوبی کم نما. خوب هستی؟ تینج هستی؟ خوبی دلشاد؟ چه حال داری؟ میشود. میرویم. دلشاد شاید امروز نرویم. پس برای چی اومدی؟ دلشاد راستی گپ من مبلغ ندارم. امروز نوبتی من بود کو. تو مبلغ نداشته باشی من هستم کو. رفتیم. این تلفنی نو از کجا؟ اینش از کجا برآمد؟ این تلفن از اون یک دوستم است. تو کنجکاو هستی به همه چی اهمیت ندی. رفتیم زودتر باش. رفتیم. خوب یا خوب کنی گپ زن چی میخوری؟ فرق ندارد. خوراک باشد میشود. پیش خدمت اینجا بیا. لابایکا کنی گپ زن چی داری؟ همه چی هست. با ما 4 سیخ ششلیک فقط تستر. فرمایشتان قبول. این عکس بسیار زیباست نه؟ به نهایت. بخش شکر ششلیک بعد از 15 دقیقه تیار می شود. بعد از 15 دقیقه؟ بله. انتظار میشویم. خوب. همه چی تیار است میگوید و کی باشد این؟ لبای تو یک دقیقه ما رو منتظر شو من حاضر میایم. بله گپ زنید. لابایکا در جای خوب؟ در بیرون. مادرم میگوید چند روز شد در خونه میایی؟ چند بار گفتم با گپی مادرم گوش کن. اکا جان لکسیا نخونید؟ من در همین جا دور نرفتم کو. این دفعه آخران اگر باری دیگر مادرم شکایت کند از خودت خفه شو. فهمو؟ فهمو. تیز خونه رو. عجیب. کی باشد؟ کنی بیا جواب دهم. الو؟ ای دوست اگر تلفن رو ناری با خوبی با میلیسیا خبر میدم. فهمو؟ اکا چخیل تلفنی دزدی؟ این تلفن دزدی نیست. خطا کردید. این از آن یک دوستی من است. گوش کنید این تلفن از آن من است. امروز یک دوست تلفن رو از دستم گرفته گریخت. گوش کنید شما حالا در کجایید؟ ما در طرف خانه شامی دوشنبه. التماس هیچ جا نروید حاضی من میایم. اثبات میکنم که تلفن از آن من است. خب مایلش. نخود این تلفن دزدی باشد. شاید یگان دوستش شوخی کرده ایستاده است. بخشش یعقوب کمی دیر کردم. هیچ گپ نه. پیش خدمت اینجا بیا. لابایکا فرمایش ما چی شد؟ بعد از 5 دقیقه اومده می شود. 20 دقیقه می شود که ما منتظر هستیم. تیز سر کنید اخیر. خوب. بیرون برو من با تو کار دارم. تینجی است؟ از افتش کار جدی است. شما بیاید که تینجی است. سر دهید بگوید تینجی است شما. با کجا میگرسی؟ دوزی فلوس. تو شرمه داره با این قد قامت دوزی بکنی ها؟ دروغ تهمت. من دوزی نکردم. دروغ. دلشاد راست؟ تو در حقیقت تلفن را دزدیدی؟ دروغ تهمت. من دوزی نکردم. یعقوب باور نکن. دروغ. اگر باور نکنید در اینجا رقم های مادرم بینید. زنگ زنم. یعقوب تو نخود به اینها باور کنی. با من نه. من را با میلیسیا میسپارم. بگذار جوابش رو خودش گوید. رفتیم. سر ده دست من را. بچه ها با شما جواب. اکا جان یک دقیقه ایستید. التماس این کار را نکنید. من با جایش بخشش میپرسم. التماس یک مادری بیمار دارد. باز اگر او را با میلیسیا برید شاید کار دیگر شود. این تلفن هیچ چیز نیست. ناموس داشتن در کار.
ба хотири шумо ҳеҷ чиз намегӯям, вагарна ҳолаташро бад мекардам. вой бар ҳоли ту дилшод. афсӯс мехӯрам ки чанд рӯз бо ту луқмаи ҳаром хӯрдам. дилшод омадӣ бачам? чӣ гап шуд? аҳволат беҷо? کار شما چی؟ همش عیب شما. کارات فقط اوی سر کشیدن. دلونیاتی خوب ندارید. همه بلاهایتان با من میرسد. کی دلونیاتی پاک ندارد؟ من؟ با تو میگویم من دلونیاتی پاک ندارم. ها شما به نظرم بد مینمایید. برو از خانه رو. من دیگر تو رو نبینم. از خانه برو رو. اگر لازم شود خودتون برمی‌روید. من هم از این خانه حق دارم. گم شو. ای حیوان، تو چه خیلی انسان هستی ها؟ تو میدانی که بعضی ها بنا خونی پدر و مادر زارن. تو باشی طرفی مادر دست ببرداری. جنگ نکنید عزیزجان، جنگ نکنید. به خاطر همسایه بودم، به خاطر مادر از این چیز نمیگویم. نباشد روزت را سیاه میکنم. نامرد، بیاید خاله جان، به خونه ما میرویم. نه بچم، من دلشاد را تنها مانده نمیتوانم. акат инҷи аст? садоатонро шунидам омадам. боз ягон телефони дигар гум шудааст чӣ? акаҷон, биё рафтем. агар ин дафъа такрор шавад, баъд мебинӣ. хайр холаҷон, худатонро эҳтиёт кунед аз ин бало. ташаккур писарам. майлаш. پولته؟ پولته گفتم. اوچا ای خدا این چی خواب بود؟ اوچا چی شد بچه جان؟ چی شد؟ اوچا جان مرا ببخشید. من خطا کردم. چی شد پسرم؟ خواب دیدی؟ خواب دیدی پسرم؟ مرا ببخشید. من در زندگی زیاد شما رو اذیت دادم. خطاگی های بسیار کردم. التماس مرا ببخشید. آروم شو پسرم، آروم شو. اگر تو خطای خود را فهمیده باشی و دیگر تکرار نکنی، پس چرا من تو رو نبخشم؟ مهم که تو همه رو فهمیدی. خدا رو شکر که با ما هم زندگی آسوده رو نصیب گردوند.